شما همراهان کانال 8 پای سلامتی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید. زیتون میوه‌ای که در بسیاری از کشورها به خصوص در مناطق مدیترانه‌ای کشت میشود. زیتون به دلیل طعم و خواص غذایی خود مورد استفاده گسترده در آشپزی، صنایع غذایی و پزشکی قرار میگیرد. امروز قراره در مورد 8 خاصیت مهم زیتون رو براتون بگیم. شماره 1: خواص آنتی اکسیدانی. زیتون حاوی مقدار زیادی ویتامین ای که به عنوان آنتی اکسیدان عمل میکنه و میتونه در مقابل عوامل آسیبزا و پیری سلولی محافظت کند. شماره 2: اثرات ضد التهابی. مواد فنولیک موجود در زیتون توانایی کاهش التهابات در بدن رو داره. این خاصیت میتونه در کاهش خطر بروز بیماری‌های التهابی مانند روماتیسم، التهاب مفاصل و آسم مفید باشه. شماره 3: حفظ سلامت قلب. مصرف منظم روغن زیتون به دلیل حاوی اسیدهای چرب و آنتی اکسیدان‌ها میتونه خطر بروز بیماری‌های قلبی و سکته قلبی رو کاهش بده. شماره 4: اثرات ضد سرطانی. برخی مطالعات نشون دادن که مواد فنولیک موجود در زیتون میتونه در پیشگیری از برخی از بیماری‌های سرطانی مانند سرطان روده بزرگ، سرطان پروستات و سرطان سینه مؤثر باشه. شماره 5: اثرات محافظتی بر مغز. تحقیقات نشون دادن که مواد فنولیک موجود در زیتون میتونه به حفظ سلامت مغز و کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر کمک کنه. شماره 6: اثرات ضد دیابت. زیتون به عنوان یک منبع سالم چربی و آنتی اکسیدان‌ها میتونه در کنترل سطح قند خون و پیشگیری از دیابت نوع 2 مؤثر باشه. شماره 7: اثرات مفید بر گوارش. زیتون حاوی فیبرهای مواد مغذیه که میتونه عملکرد سیستم گوارشی رو بهبود ببخشه و در پیشگیری از مشکلات مربوط به گوارش مانند یبوست کمک کنه. همچنین روغن زیتون میتونه محافظتی برای مخاط زخمدار معده و روده داشته باشه. شماره 8: تأثیر مثبت بر سلامت استخوان. زیتون حاوی مقدار قابل توجهی کلسیومه که برای سلامت استخوان‌ها ضروریه. این میوه همچنین حاوی فنولیک هایی که میتونه در کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های استخوانی مؤثر. خیلی ممنونم که ویدیوی ما رو تماشا کردین. اگه موضوعی خاصی مد نظرتونه برامون کامنت کنید تا براتون ویدیوشو بسازیم.